سلامت باشن خوش آمدید. شبتون بخیر شده باشد دوستان عزیز، بیننده‌های همیشگی شبکه سفینه. پیشکش شما است باز برنامه فضا، سرور بخش فضای خاندانی هر یک شما.
بله واقعا هم درود میگویم به هر یک شما دوستداران برنامه‌های تلویزیونی سفینه. باور داریم که امروز یک شام زیبا را آغاز نمودید و ما با برنامه فضا مهمانی خاندان شما شدیم تا شام شما را باز هم زیباتر نماییم. واقعا هم درست قید کردی فرزانه و باید قید کرد بیننده‌های عزیز که چون ما گفتیم در برنامه‌های آینده نوازنده ها دیگر می شوند، انسامبل ها دیگر می شوند، چون این نیست شد و امروز ما مهمان داریم. این هم باشد مهمانی ما هستند انسامبل دولتی ششمقام به نام فضلالدین شاهابوی، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، همچنین راهبر موسیقی این انسامبل سیراج‌الدین جورای و همچنین خورشید ابراهیم زاده هنرمند. شما را خوش آمدید میگوییم. واقعا هم بعد از شنیدن این موسیقی بسیار فورم، بسیار ملایم، شخص دیگر نمیخواد که فقط میخواد استراحت داشته باشد و بسیار ملایم چیکار کند؟ صحبت کند. خوش آمدید. تشکر. خوب هستید شما؟ رحمت. سلامت باشند. من فکر میکنم وقتی که بیننده‌های عزیز خورشید و سیراج‌الدین رو اگر با انمون دوتار میگن اینو تنبور دوتار و تنبور میبینند خودشون رو بسیار و بسیار راحت احساس میکنند. یک سرود دلنشین میشنویم با هم فراغت میکنیم. پیش از شنیدن سرود یگون سخن گوید، یک سلامی صمیمی خود را رسانند به بیننده ها، خاصتا به دوستداران برنامه فضا. سلام عرض میکنم به تمامی تماشابینان برنامه فضا و فکر میکنم که گرچنده این برنامه خیلی نو است و الکی تا این دم خیلی مخلصان و تماشابینان خود را پیدا کرده توانست و نیت دارم، آرزو دارم که در آینده باز همین برنامه رواج میکند و همه روزه از جانب تماشابین با درخواست زیاد کرده می شود که مثلا این برنامه ها پیوسته نمایش داده شود. تشکر زیاد. دوستان عزیز، سرودی بسیار جذاب خورشید ابراهیم زاده. ما باشیم فراغت میکنیم. تو با خون تر میشد، دوش چشمم زی فراقی تو با خون تر میشد، آهی من بی مهی روید به فلک بر میشد. عشق می آمد و می شست زی پیشی نظرم، هرچی جز نقشی تو در دیدم مصور می شد. هرچی جز نقشی تو در دیده مصور میشد. هر کجا لبی شیرین سخنی می کردم، سخنی قند نگفتم که مکرر می شد. قدری وصلی تو دلیم روز نکو می دانست، اگر این بار دولتش میسر می شد.
اگر آن دولتش این بار میسر میشد. هر نسیمی که شب از زلفی تو در مجلس من میگذشت از دمی و شم منبر میشد. آن که وقتی نگران بود برای تو کمان، آن که وقتی نگران بود برای تو کمان، گر همی دید کنونش نگران تر میشد. گر همی دید کنونش نگران تر میشد. دوش چشمم زی فراقی تو بخون تر میشد. صدایتون خسته نگردد. دوستان عزیز، گفتیم که خورشید ابراهیم زاده بودند و با همراهی سیراج الدین جورایف، دو تن از آن نفرانی که واقعا هم همون 6 مقام را در عرصه بین الملل، در چهاربینی های خب بین المللی، در روزهای فرهنگ تاجیکستان، در دیگر کشورها خب معرفی میکنند. خورشید جان، من خواهش میکنم که در اینجا خب نشسته صحبت میکنیم. بفرمایید. مرحمت. خوب هستید؟ راحت باشید. بله بله. فضای ما چگونه است؟ بسیار در عالی چنین است. فضا سرود خواندن چگونه است؟ بسیار آزاده است، خوب است. راستی گپ ما همراه سیراج الدین و عموما همراه انسامبل 6 مقام خیلی مدت زیاد بودیم که انا همین مخصوص انا همین برنامه باید باشه. لیکن تلویزیون سفینه من راستی گپ اولا مبارکباد نیز میگویم که بسیار یک برنامه خوب هم شده است و از آن دعوتی که ما را اینجا پذیرفتید بسیار خوشحال هستیم. میnnتداری خود را بیان میکنیم و چخیل که در بالا گفتیم در آینده البته طلبات و هم از جانب تماشابین نسبت برنامه شما طلبات زیاد می شود و فکر می کنم که یکی از برنامه‌های عالی‌ترین در تلویزیون سفینه خواهد شد. تشکر زیاد. دوستان عزیز، من باور کامل دارم که خورشید این سخنان را نیز بیرون از استودیوی تلویزیون سفینه به دیگران خواهد گفت. من باوری دارم با این همین طور است. خب سه چیز رو من فهمیدم فریقیت 6 مقام از دیگر خب ژانرها. اگر من خطا کنم شما را اصلاح کنید. یک دویمش که راستی من دوست می‌دارم گوش کردن 6 مقام رو و باید اقرار شد که نه هر کس مثلا درک میکند 6 مقام رو. همینطور هست. برای درک کردن 6 مقام باید که کمک شخص دانشی من چنین سخن گفتم که گویا من از همه دانشمند نه، خیلی نیست. یعنی که نه همه درک میکند و نه همه گوش میکند. درست است؟ برای 6 مقام سرا شدن یا اینکه نوازنده مطربی 6 مقام شدن از البته از آوان کودکی باید تربیت کرد. این برای سراینده شدن و برای نوازنده شدن و برای اون نفرانی که خب درک کند گوش کند. البته مثلا پیوسته برنامه‌ها هست مثلا در تلویزیون رادیو و کتاب‌هایی که هست اوید به موسیقی سنتی 6 مقام که برای معلومات پیدا کردن
مثلا بیرون از کشور یک اونجا سفر میکنید اوید به انمی موسیقی نیاگان سخن گفته توانید البته اونجا موادهای ضروری سلامت باشم. خب سه چیزی که من گفتم فرقیت رو اولش که مثلا ششمقام خب سرودهایش نسبت دیگر سرودها اگر مثلا اپرا رو نگیریم کمک درست‌تر است. خوش دویمش که موسیقی ششمقام با تمکین‌تر است. بله سیومش که مثلا خب انمون سخن‌هایی که میگویند ششمقام سرایون از کلاسیکای ما هستند. بله بسیار خوب گفتید اکای جمشید و اون چیزی که شما میخواهید مثلا در ششمقام نوآوری ها امروز خوشبختانه در زمان صاحب استقلالی کشور عزیزمون در ششمقام خیلی نوآوری های زیاد شده بله بله است و اون کتاب 6 جلده که به واسطه با دستور سپارش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صورت گرفته بود نشر شد از چاپ برآمد و در همون کتابی نو 6 جلده یک چند سلسله کارکردهای نو یک چند سرود و آهنگ‌های نو جای داده شدند و اون نفری که مثلا میخواهد از این چیز با خبر باشد به واسطه به اون کتاب مراجعت کرده میتواند. اون کتاب امروز در تمام کتابخانه‌های مثلا کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب حاج ستاروف، دانشکده فرهنگ و صنعتی به نام استاد میرزا ترسوزاده، کالج‌های موسیقی فکر میکنم هستن این کتاب‌ها. اون چیزی که شما قید کردید مثلا اون شعر و غزل‌های شاعران معاصر البته امروزها ما یک چند سرود و آهنگ‌های نیز ایجاد کرده ایستادیم پیروی به پرده‌های ششمقام. البته درست است این میدانید این مروری زمان است این رو البته شنونده بهاگذاری میکند لیکن از همه ما باید فراموش نکنیم که آن چیزی که ایجاد میکنیم در کدام پرده ششمقام است در کدام پرده مثلا دسته تنبور است چهارچوبه معین دارد. مثلا ششمقام نه هر سرود و مثلا نه هر شعر و نه هر ترانه رو در ششمقام وارد کرده میشود. ششمقام فلک این موسیقی سنتی نیاگان ما است. اون نفرایی که مثلا در ژانر استراد سرود میخوانند در ژانر مثلا راک نمیدونم جاز نمیدونم سرودهای زمانوی یا اینکه اپرا حتما باید تکیه کنم به موسیقی سنتی زیرا که این فرهنگ و تمدن ملت کهن بنیاد ما است. مثلا من در یک چند دولت ها همراه سفر من با همراهی سراج‌الدین جورایف با همراهی استاد عبدالولی عبدالرشیدوف با همراهی انسامبل دولتی ششمقام بودیم. مثلا اسباب و همون سازهای موسیقی ملی خود را در مد اول میگذارند موسیقی سنتی خود را مثلا ژانر اپرا هم در اساس همین موسیقی نیاگان خود قبول کرده. در ما نیز چنین است. در ما هم چنین است و چنین هم باید باشد. مثلا چقدر که شما گفتید اگر خواهش و ذوق باشد حافظی سراینده استرادا میتواند ششمقام سراینده چرا نه فقط اونجا همون دیاپازون آواز هست که وابسته همون با اقتداری بلندی آوازی هر یک سراینده سرودها انتخاب کرده میشه. فرزانه وقتی که شما سرود میخوندید گفتند که من اولین مرتبه بسیار راحت کردم از سرود ششمقام و بیاید گفتند که خودتون صحبت کنید من تا دمی که اگر خودش پیدا کنم سوال نمیدیم من فکر میکنم وقتش است فرزانه امکان رو انتظار هستم که با ایشون سوال دهم. خب من میخواستم بفهمم که امروز خود توجه نسل جوان چگونه است به این ژانر سنتی مردم تاجیک؟ تشکر. مثلا نسبت به سالهای پیش امروز خیلی جوانان ما میخواهند که ادامه دهنده البته پیش از همه پیروی میکنند به استادان گذشته و امروزه. ما هم خود نیز چنین هستیم. مثلا ما از پیش خود هیچ وقت خورشید نشدیم یا اینکه مثلا هر یک سراینده حافظ. البته استادای ما رو چنین تربیت کردند. شادروان استاد زنده‌یاد با محمد نیازوف میگفتند که مثلا همین ششمقام رو باید از خود کنید وظیفه اولیه شما همین است. وقتی که از خود کردیم 5 سال ختم کردیم دانشگاه رو انکو خرسند شدیم گفتیم که دیپلم میگیریم ما کار میکنیم وظیفه ما یعنی که سبوده شدیم. بعد اون کس گفتن که بهترین فکر شما فتح کردید ششمقام رو انداختید لیکن یکی وظیفه از همه مهم در پیش ایستاده است. ما همه با هیجان مسئولیتی بلند باز چی گفتنی باشند استاد. بعد استاد قید کردند که از همه وظیفه مهمی شما آن که
ما رو نیز استادان چنین تربیت کرده بودند. ما 6 مقام رو از خود کردیم و شما گذراندیم، یعنی که آموزاندیم. وظیفه اساسی شما اون که یاد گرفتید باید حتما به نسل جوان آموزانید. سلامت باشید. امروز فکر میکنم اگر تا اندازه در کنسرواتوری ملی تاجیکستان در انسامبل دولتی 6 مقام با جوانان و دادران برادران اگر ذره سهم گذاشته توانسته ایستاده باشیم، این خوشبختی ما است. سلامت باشید. دوستان عزیز، بار دیگر میگویم که صحبت داشتیم در برنامه فضا با هنرمند خورشید ابراهیم زاده. بعد از یک لحظه کوتاه برمیگردیم. ما رو همراه باشید دوستان. بیننده‌های عزیز، تشکر که با ما هستید و فرزانه این حال مهمون گرامی قدری نوبتی را برای شما معرفی میکنم. مرحبا فرزانه. برای جمشید، چون سبک برنامه ما همین است، صحبت ها کوتاه و مهمون ها زود عوض میشوند. مهمون نوبتی ما هستند معطر نور و آموزگار دانشگاه ملی تاجیکستان. سرول شما رو خوش آمدید میگیم به استودیوی مرکزی تلویزیون سفینه. با برنامه فضا ما کوشش میکنیم که هر نفری که میآید مهمانان ما باید که راحت باشند در برنامه ما، زیرا نام برنامه ما همین است که باید که در یک فضای خیلی راحت چیکار کنیم، صحبت کنیم. خوش آمدید بار دیگر معلم عزیز. خوب هستید؟ چون میدونیم که در این شب روزهای به همه معلوم مردم کوشش میکنند که یک مسئولیت خوبی طبی گیرند. همین طور است خورشید سیروجدین؟ همین طور است. و شما همچون یک متخصص، شما همچون یک آموزگاری ساحه کیمیا، کدام مسئولیت ها رو مفید میدونید برای بیننده های ما، برای تماشابینان؟ تشکر زیاد. ما امروز میخواستیم کمتر درباره آبی نوشاکی صحبت نماییم. بهترین. من فکر میکنم که هر یک کس در واقع دقت میکند، چیزی بسیار مهم است. و به همگان معلوم است که آبی قبور به سلامتی انسان ضرر زیاد میرساند و برای این رو درست فهمیدن ما باید اول بدانیم که در ترکیب آبی قبور چگونه ماده ها، چگونه افلاسی ها وجود دارند و گفته می توانیم که یکم این خلور هست که این رو به آب قبور برای بی‌ضرر کردن آن علاوه می نمایند. دوم این متال های وزنین هستند در آب قبور و نمک های کلسی و مگنی هستند و ویروس ها و باکتری ها هستند. اکنون هنگامی که ما آب رو می جوشانیم می بینیم که با این ماده هایی که ما حاضر نامبر کردیم چه حادثه به عمل می آید. چطوری که میدانیم آب در حرارت 100 گرادوس سلسیوس می جوشد و هنگامی که آب می جوشد همون ویروس و باکتری که در ترکیب آنها هستند آنها نابود می شوند، نیست می شوند و ما می توانیم که همین آب رو یک مرتبه جوشانیده استفاده بریم، برای تیار نمودن چای و قهوه استفاده بریم. اما حاضر فصل سرما رسیده است و ما در همون ظرفی که آب می جوشانیم اگر یک بار جوشانیم خنک شود، باز ما آن رو عوض نکرده آن رو تکرارا می جوشانیم و در همین جا ما به خطاگی روی راه می دهیم. اساسا گفتیم که چقدر که گفتیم در آنجا خلور هست است. هنگامی که ما یک بار می جوشانیم و تکرارا همین روند جوشانیدن تکرار می یابد، همون خلوری که در ترکیب آب هست است پیوستگی های ارگانیکی حاصل کرده می تواند که آنها زهرناک هستند و متاسفانه هنگام جوشانیدن آب متال های وزنینی که ما گفتیم از قبیل در اونجا سرب، روح، زینک میگویند و استرونزی و خیلی زیاد متال های وزنین هستند و هنگامی که ما آب رو تکرارا جوشانیدن میگیریم در اینجا آب بخار می شود، یعنی که حجم معینی آن بخار می شود اما کنسنتراسیون همین متال های وزنی که نامبر کردیم در آنجا زیاد می شود و این متال های وزنین آهسته آهسته به ارگانیسم ما جو می شود و به هر گونه کسلی ها آورده می رساند. البته ما گفتم که در اینجا کلسی و مگنی نیز وجود دارد. کلسی و مگنی این میکرو الیمنت های به ارگانیسم ضرور هستند و هنگامی که ما آب را تکرارا می جوشانیم آنها در تگ ظرف ما تکشان حاصل میکنند، تکشان سفید که یا که در خلق نکب میگویند. همون از نو حل شده باز به همون آب میدراید و هنگام استفاده کردن اساسا در گرده های ما جمع میشوند و با پیدا شدن سنگ گرده سهم میگذارند.
و ما тавсия дода мешавад ки обро ҷӯшонанд албатта ва ҳамагӣ як бор ҷӯшонда онро истифода баранд. оқилона аст агар ки мо як бор ҷӯшонем. خیلی خوب. من فکر میکنم بیننده‌های عزیز خب شاید بعضی ها دونند و برای بعضی ها یک مسئله خیلی خوب بود، یعنی که اکثریت میشود که مثلا چای رو میجوشونیم در چای جوش، همینطور است خورشید. بعداً کمیش رو میگیریم زود یک قهوه می نوشیم، قهوه میکنیم میرویم، بعداً باز همون آب هست، آبی جوش اومده، باز همون تگمه رو زیر میکنیم و باز دوی مرتبه میجوشد. الکی این قطعا ناممکن بوده است. سلامت باشد. خب چی گفتنی هستی فرزانه؟ من میخواستم از معلم عزیز پرسان شوم که این شب و روزها هوا سرد است، ما میتوانیم چقدر آب نوشی جان نماییم، چون هرچی معیار دارد از معیار استفاده بردن آب نیز به ارگانیسم زیان میآورد. тавсия дода мешавад ки албатта нӯшидани об ба организми инсон фоида дорад ва он меъёри худро дорад ва дар ҳавои сард, ҳавои хунук ба нӯшидани камтар албатта тавсия дода мешавад. سلامت باشد. خب خورشید، من از شما سوال کردنیم، چون شما بواسطه با سرایندگی سر کار دارید، آب در انمون زندگی شما چی نقش رو می‌آفرد؟ فقط آب جوش آمده می نوشید یا اینکه آبی خنک، آبی گرم؟ حتما من مطمئنم که آب خنک نمی نوشید. برای چگونه هستم این؟ اگر دروغ نشود من فراموش کردم که آب خنک نوشیده بودم. اما وقت آب جوش و من برای مخصوصا سراینده ها، برای که مخصوصا در وقت سرما، بله این ضرر دارد برای آواز. وقتی سرود خواندن مثلا آواز شمال میخورد. بله. و همه وقت آبی جوشانیده، چقدری که من معلم عزیز قید کردم بسیار چیزها رو من امروز باز برای خود من نیست. سلامت باشید معلم عزیز. تشکر به شما. مهمونی نوبتی ما بودن، گفتیم آموزگاری دانشگاه ملی تاجیکستان، آموزگاری فنی کیمیا، گفتیم معطره نوروا. بار دیگر شما رو خوش آمدید میگوییم به برنامه و خب در برنامه‌های آینده حتما که شما رو دعوت میکنیم و درباره دیگر پهلوها و دیگر مسئولیت‌های مفید شما سخن خواهید گفت. نمیخواهم که در دستی صبا افتد، سری زلفت نمیخواهم که در دستی صبا افتد، از آن جانها رود بر باد و سرها زیر پا افتد. بچینی زلفتر گفتم حدیثی موش مزورم، پریشان گوی را اکثر سخنهایی خطا افتد، پریشان گوی را اکثر سخنهایی رازی عشق ما از دل
افشان هنوزت تا چی ها افتد میگفت از چشمی خون افشان هنوزت تا چی ها افتد چون آبش روان جان برافشانم ولی با این همه مشکل که میلی به ما افتد چی پرسی از کمال آخر که دور از روی او کمال آخر که دور از روی او چونی چی باشد حال آن بلبل که از گلشن جدا افتد چی باشد حال آن بلبل که از گلشن جدا افتد دستی صبا افتد کی از گلشن جدا افتد آفرین دوستان عزیز من فکر میکنم که شما نیز بسیار راحت کردید و مخصوصا انمون اوجی که خورشید جان در هر یک سرود شما خب در شش مقام نیز باشه شما یک اسلوب خاصی خود رو دارید که امون اوج ها رو بسیار شیرین بسیار زیبا انمون رو شما ifade کرده میتوانید تشکر زیاد و چون من در اینجا شنیدم احساس کردم دو سرودی که خوندید از با قلمی کمال خوجندی نوشته شده است در شش مقام بسیار غزل ها و شعر های کمال خوجندی وسیع استفاده شدن راحت باشید خب و فکر میکنم که استادان گذشته ما همون غزل هایی که در شش مقام با متن کمال خوجندی جای دادند بسیار گوارا و خوب و زیبا و در چی گویم با همون نازکی هایش خوب اجرا کرده توانستند که به واسطه ما امروز آن را پیروی میکنیم و البته یکی از وظیفه و مقصد ما نیز همین هست که باید ما تکیه به کار اسلوب و متد استادان گذشته و امروز تکیه چخلی که در بالا قید کردیم در وقت صحبت تکیه به پرده های شش مقام و موسیقی سنتی نیاگان باید سرود و آهنگ های نو ایجاد کنیم و این دو سروده که حالا منظوری تماشابینان گردانیدیم یعنی که اگر گویم که این سرودهای نو کارد کرد شده است خطا نمیکنم زیرا که ما با همراهی برادر سراج‌الدین جورای با همراهی انسامبل دولتی شش مقام مدت این سرود رو بسیار تمرین کردیم مشق کردیم حالا راستی گپ وای سرودی که پیشتر خواندیم من هیرویت این سرود عموما نو است با غزل کمال رو انتخاب کردیم و در عرفه جشن 700 سالگی کمال خوجندی در شهر خوجند بسیار جشنواره بین المللی شده گذشت با اشتراک پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و اونجا یک چند نفر مهمانان از خارجی کشور حضور داشتند که اون سرود را ما همراه دو کس با تنبور دوتار باری نخست در سر و خیلی خوب و خوش نیز قبول کردند تشکر زیاد
бинандагони азиз, барномаи мо идома дорад ва айни ҳол дар назди мо низ меҳмонҳо қарор доранд. Онҳоро ба шумо муаррифӣ мекунем. Ду тан аз наврасони соҳибистеъдод ҳастанд, Малика Аҳмадшоева ва Аҳмадшоҳи Мурод. Шуморо хушомадед мегӯем ба студияи барномаи Сафо. Ассалом. саломат бошед. ҳолу аҳволатон чӣ гуна аст? Хуб астед? Хуб аст, раҳмат. хуб, ман мехоҳам аз Малика пурсон шавам ки чӣ гунае ки қайд кардем, ҳунари ғайриоддӣ доранд, яъне зеҳни буро доранд, зуд метавонанд ки аз ӯҳдаи ҳал кардани дилхоҳ мисол масъала бароянд. Ва ман мехоҳам пурсон шавам ки шумо тӯли чанд сол аст ки машғул ҳастед ба ин кор ва чӣ гуна тамрин мекунед? мо 2 сол машқ карсоем ва ин хеле осон аст. яъне барои шумо хеле осон аст, зеро шумо лаёқати хеле баланд доред. Хеле хуб. Ба ин хеле хуб аст, ба мактаб ёрдам медиҳад. хеле олӣ. яъне ин машғулияти шумо аст, берун аз мактабӣ, машғулияти берун аз мактабӣ. Бале. хеле олӣ. Аҳмадшо, хуб ҳастӣ ту? Бале, нағз шумо. дарсоят чӣ гуна ҳастанд? дар синфи чандум мехонӣ? Нағз ва ман дар синфи 6 Б мехонам. дар синфи шашум? саломат. дарсоят хубанд, бо баҳои Бале, хубу бале. ало мехонӣ. яъне ғайр аз фанҳои дақиқ, яъне шумо як маҳорату малакаи олӣ, ҳисобкунӣ доред ва дигар фанҳо чӣ гуна аст? дигар фанҳоро низ хуб мехонед ё Бале, бале. миёна? хуб. Камак як фаҳмиданаш қиндааст, тамом. инаш хуб аст, дигараш хуб аст. хеле хуб. шумо дар анамун машғулият маркази таълимии империяи дониш агар хатом накунам фарзона машқ мекунед, тамрин мегиред аз ин нав ва мо барои шумо якчанд ҳисобҳоро овардем ки мехоҳем ба шумо диҳем ва баъдан хоб шумо ҷавобашро бигӯед ва бинандаҳо бинанд ки чӣ гуна маҳорату малака доред. омода ҳастед? Бале, бале. бинандагони азиз, бо диққат бошед, мо мисолро ба Малика пешниҳод мекунем ва дар муддати хеле кӯтоҳ ҷавобашро ба мо пешниҳод мекунем. 13331. дӯстон, бинед ки ҷавобашро чӣ гуфтанд? яъне 13331. офарин бар ту, дуруст. ҷамшед, медонӣ, барои ман аҷиб аст ки бо ин гуна ҳаракатҳо чӣ гуна аз ӯҳдаи ҳалли масъала мебароянд. Шояд ягон сабки худро дорад, ин формулаи махсуси худро доранд. хеле хуб. ман суолро медиҳам бинандаҳои азиз ба Аҳмадшо, агар омода бошад чикор мекунем? омода ҳастӣ? Аҳмадшо, омода ҳастӣ? Бале. 1 2 3. бинандаҳои азиз, аввал ба шумо акнун. хоб 81310. 81310. биёд як қарсак мезанем. сироҷӣ саломат бошед, саломат бошед. офарин. қан занед. як мисоли дигар медиҳем, дигар хоб нороҳат намекунем. соли навбатиро ба Малика пешниҳод мекунем. хоб сарусима намешавем. саломат бошед. 5299 дӯстон. шумо ман аллакай медонам ки қариб ҳамаатон дар наздатон мисли ман ҳисобкунак доред ва зудакак ҳисоб карда истодед, вале хуб дар ин ҷо меҳмони мо чӣ аст? худаш анамун ба формулаи махсус чикор мекунад? ҳисоб карда мебарояд. офарин. суоли охир. воқеан ҳам дуруст аст. дуруст аст. дуруст аст дӯстон. 3213. офарин. офарин бар шумо ва акнун динед ки чӣ гуна маҳорату малака доранд ва мо боварӣ дорем ки дар оянда низ анамин маҳорати худро сайқал медиҳанд. ман мехоҳам аз Аҳмадшо пурсон шавам ки марҳамат. барои як нафар чӣ қадар вақт лозим аст ки ана ҳамин аз ӯҳдаи зуд ҳал кардани мисолу масъалаҳо ба воситаи анамин формулаҳо барояд? бале. ҳамин тавр мешавад ки одам агар хоҳад ҳамин корро карда метавонад. масалан одам нахоста як кора кунад, карда наметавонад. дидеда чӣ гуна гуфт Аҳмадшо? сухане гуфт ки анамун ҷавҳарашро гуфт. агар шахс хоҳад
ҳамаи корро карда метавонад. Агар ки хоҳиш надошта бошад, чӣ аст Аҳмадшоҳ? наметавонам. аз уҳдаи ҳеҷ кор намебарояд. Шумо чӣ фикр доред? Хуршедҷон Сироҷдин, дар маврату малакаи анамин меҳмонони бисёр наврасу ҷавони мо чӣ гуфтанӣ ҳастед? инам як мактаби бузург аст. Дуруст Ин аст. масалан ададҳои калонро Бале. дар як масалан дар як лаҳза ҳисоб кардан дар ин синну сол. Сол. албатта ин заҳмату меҳнати пеш аз ҳама омӯзгор аст, устод аст. лекин инам як мактаби хоса мактаб аст ки ба ин дараҷа масалан инҳоро дар ҳамин сатҳ тайёр кардан инам ҳунар аст. саломат бошед. ташаккур ба устодонашон. ташаккур ба шумо, ташаккур ба падару волидайн, модаратон, бале. ташаккур ба устодонатон. мо як анъана дорем, Сироҷдин ба шумо бештар тааллуқ дорад. мо як анъана дорем ки анамон нафароне ки меоянд, меҳмонони мо як 10 сония барои рӯҳбаланд кардани онҳо як мусиқӣ менавозем, яъне тақдим мекунем. акнун имрӯз ман хоҳиш мекунам шояд аз доиранавоз 10 сония як навозиши доира кунад ва ин тӯҳфа барои ҳар дуи шумо аст. доира, марҳамат. саломат бошед. ба шумо писанд омад? ташаккур, раҳмат. дӯстони азиз, бори дигар мегӯем ки меҳмонони бисёр наврас ва лаёқатманди мо буданд. инҷо Малика ва Аҳмадшоҳ. баъд аз як лаҳза бармегардем ва барномаи мо идома хоҳад ёфт. моро тарк накунед. در سراغت ای دوست، تو در سراغ کیستی؟ من در سراغت ای دوست، تو در سراغ کیستی؟ با پرتوی جمالت نوری چراغ کیستی؟ با پرتوی جمالت چراغ کیستی؟ من عاشقی تو هستم، مهری صمیمی بستم. من عاشقی تو هستم، مهری صمیمی بستم. در باغ عشق رستم، تو سروی باغ کیستی؟ در باغ عشق رستم، تو سروی باغ کیستی؟ ای نور دیدگانم، ای قوتی روانم، ای نور دیدگانم، ای قوتی روانم. در گلشنی زمانم، مشک دماغ کیستی؟ در گلشنی زمانم، مشک دماغ کیستی؟ صابر چنین سخن گفت، عشق تو را پذیرفت. صابر چنین سخن گفت، عشق تو را پذیرفت. در گلشنی زمانت مانند غنچه بشکفت. در گلشنی وصالت مانند غنچه بشکفت. ای من در سراغت ای دوست،
جمالت نوری چراغی کیستی نوری چراغی کیستی نوری چراغی کیستی خورشید ابراهیم زاده و انسامبل دولتی شش مقام سلامت باشید. سلامت باشید. خب بیننده‌های عزیز در همینجا برنامه نوبتی فضا با آخر میرسد. شب انجام روز انجام تلاش ها انجام روشنی ها نیست بلکه شب یک زندگی زیباتری دیگر است و از این رو ما باید کوشش نماییم که شام خود را هر شب زیبا آغاز نماییم در حلقه نزدیکان و پیوندان یک شام زیبا را سپری سازیم و همیشه در خاطرات ما نقش بندد. واقعا هم خیلی و خیلی خوب گفتی فرزانه و روزهای نزدیک شبهای نزدیک وا خواهیم خورد و در آخر ما با یک نوازش خیلی زیبای انسامبل دولتی شش مقام با شما خداحافظی میکنیم. دوستان تا دیدار نوبتی خیر. خیر.